که ما با آقای رحمان ابیوچ کار میکردیم بسیار کوشش ها بودن که بین دو طرف درگیر یک صلح پیدا شود، گفت و شنید پیدا شود. کوشش های زیاد این بود. اما معلوم است که از دو طرف یک گروه ها تشکیل شده بودند که از گروه اپوزیسیون با سرداری شادروان مولا عبدالله نوری در اونجا فتحی مزاده بودند، در اون کمیسیون لطیفی بودند و دیگران اونجا بودند. از این طرف ما خواهش کرده بودیم که عزتالله حیایچ رهبری کنند با ما هیئت. اونجا رمضان ظریفوف بودن و محمدوف بودن و دیگران. یک چند نفر تا 8-10 نفری آدم جمع شده بودن، شخصیت های بسیار برو بودن و بعضی کار را به انجام رساندن. وقتی آخر شادروان رحمان ابیوچ همین از آن که بسیار وضعیت هر روز نارامتر میگشت، دیگر یگان کار جدی نمیکرد و شورای عالی یگان علاج کردن نمیتونه، چون که یک پرزیدنت است، باید پرزیدنت همه مسائل را حل کند. شورای عالی وکالت هم نداشت. دیگر ریاست شورای عالی جمع شدن گفتن که باید که یک بار رحمان ابیوچ قطعی یک بار نصیحت کنیم. یک روز من دعوت کرد رحمان ابیوچ، گفتن که شما رفته اعضایان پرزیدوم شورای عالی و پرزیدوم کابینت وزیران جمع کنید و میریم. خود جمع میریم، یک نصیحت هست. یک نصیحت کنیم چی کار میکنیم. جمع کردیم، نصیحت کردیم، خیلی وقت گذشت و اعضایان کابینت وزیران جمهوری هم، حکومت جمهوری هم آمدن در همونجا، دیدن که ما نصیحت هم خیلی شده است. بعد من گفتم که کسی که میخواهد خیسته را نخواهد در ازش نویسد و خیسته را. از همون جا خیسته روان شدیم فرودگاه و چند کس گفتن نمیرویم. دیگران کسی که میره خیسته اینجا ماشینا با سوار شدیم که رفتیم در فرودگاه. همه فرودگاه احاطه کرده شده است و وقتی که واردی همون زل چی شدیم، یک تا از همون محافظای رحمان ابیوچ از پاش تیر خورده بود و خون خیلی کشاده کرده بود، خون هم در اونجا بود. دیگر ما فهمیدیم که چی است. من اونجا شریفوف رئیسی من تلفن کردم گفتم که این گنرال رئیس جمهور را احاطه کردن در اینجا، شما در کجای؟ و من جواب دادم که رئیس جمهور من نگفته است که کجا میرم. شاید من نمیدونم. بعد دیگر با وزارت امور داخله تلفن کردم. از اونجا 2-3 تا بیتیر آمدن فرامدن زمان با همه آدمایی که ما را احاطه کردن، آغوش با آغوش و بوسابوس و سر شد. گفتیم که تمام دیگر محافظای ما همینا باشن، ما چیکار میکردیم؟ عریضه شون نوشتن رحمان ابیوچ. وقتی که رحمان ابیوچ رفت، بسیار گروه ها گفتن که باید یک شورای دولتی باید که تشکیل کنیم که تا انتخابات رئیس جمهور دولت پیش برد. بین همون نامزدها بسیار کشمکشی بسیار کلان شد. بعضی آدم دولت خدا نظر پیشنهاد میکردن و دیگرها از داملا تروجانزاده را پیشنهاد کردن و دیگرها هم بودن همونجا. بعد دیگر همون با خلاصه هم بودن که همین ریاست شورای عالی همین عموما وظیفه‌اش موافق کنستیتوسیه، چون که اینا با غیر کنستیتوسیونی بودن. اگر چیزی که ما تعیین میکردیم تشکیل میدادیم، تأسیس میدادیم، غیر کنستیتوسیونی بودن. برای همین در شورای در جلسه معین کردیم که همین وظیفه را به من سپردن و اون دوره شما میدونید خیلی ماه آگوست بوده. همگی 1-2 ماه 3 ماه بسیار آدم ها از من بسیار تنقید سخت میکنن که برای چی شما
همین 2 ماه ما اینقدر یکم کارم کردن نمیتونستیم. وقتی که اون کسی کشته می شود، خون از این طرف از اون طرف می شود، اونا در دستی آدما که автомат و دیگر سلاح اگر باشه، اونا قطعی به صحبت کردن و نصیحت کردن بسیار مشکل چیز کردن. چی کاری که از دست من بود ما همین کردیم. من در نزد همه مردم تاجیکستان ما یک در اون سیسی هم بخشش پرسیدم، حاضر هم بخشش میپرسم از همه شما که ما چی کاری که از دست من آمد کردیم. متاسفانه پیش راهی همون جنگ گرفتن نتوانستیم. بعد از همون سیسی شما خطا میدونید که به جای جنگ خاتمه یابد با جنگ قلنگه جنگ با زیادتر شد.